سلام بچه‌ها، چطورید؟ من علیو هستم و امروز بعد از مدت ها اومدیم گیم پلی اسمشی رود وانتد 2 ولی با یه مهمون ویژه. سلام، چطورید آقا؟ منم کلاش رویتی هستم. قراره بریم ماشین بازی پلیسی آنلاین اسمشی رود وانتد 2 و قراره بریم بازی کنیم دیگه. شما هم حمایت یادتون نره، جفت چنلامون لایک کامنت ساب فراموش نشه. این معطلی بریم سراغ بازی. لیتس گو. خب بچه‌ها بالاخره اومدیم بعد از هزاران دعا. اصلا من ماشینم سریعه یا چی؟ تو واسه من تیپی شدی فکر کنم. من این گردباد شد تیپی شدی. نمیدونم والا داره چه اتفاقی میافته. مهم اینه که ما بالاخره بس شدیم. بچه ما خلاصه رو بخوایم بگیم، دزدا امتیازشون بیشتره. بابا نمردی چرا؟ علی مرد. من دوست شدم. بچه من دوست شدم و الان با فرار کنم. بچه علی اوله. این لگ شدیده. مهم اینه که بس شدیم. چی در بسته شدیم؟ بابا 2 دقیقه صبر کن. فرار میکنیم. یا خدا یا علی. مردم. بچه دلیل اینکه حرفا چرت و پرت داریم میزنیم چون خودمونم نمیفهمیم. خودم هم نمیدونم. یا خدا. وای خدا ماشینم داره خراب. وای خدای تو رو خدا تو ویدیو اینجوری لگ نشه. وای خدا تو رو خدا تو ویدیو اینجوری لگ نشه. وای مردم. من وای دهنش سرویس. خب بچه نمیدونم چرا این چرا این اندی چرا دماغش بزرگی؟ من نمیدونم چرا دیلی داشت ولی بالاخره تونستیم یه دست بذاریم تو ویدیو. وای بالاخره یس. و من اول شدم. مهم اینه که آورد. خب بچه ها بالاخره راند دوم اومد. بچه داریم پاره میشیم. یا بدونید که داریم پاره میشیم. بچه پای ری میشیم. I'm fast as fuck, boy. بابا چیکار میکنی؟ بابا این خیلی پرو اعلام است. من فکر کنم این اکانت پرو داشته. او دستی نیست، فقط داره میپره. اینجا بینم یار خواه. بابا این یارو فقط داره قشنگ این فکر کنم اکانتش پاک شده. انداختمش پای. مرسی. آجی داره هواپیما سوار شد. مرد. کی دوست شد؟ من نیستم ولی. آره تو نیستی. نازوک ماشینه. فولمول. همون این ماشین ضعیف‌تر فولمول یکه. ماشینش داره میترکه. همون ماشینش داشت میترکه. همه چی رو دارم بر من تیپی میشن. همه چی. یا تلگرام پیام نیادی. بابا یار مونگول. من باید این مونگول رو بیتر. بابا یکم میزن باید بازی کنیم دیگه. هی داره دور میزنه. ایرانی پرو باشه. اگه ایرانی باشه خیلی نمیدونم چی شد ولی یه ماشین شد. نمیدونم ماشین منم هات داگیه. همون هاتداگه. وای لیمو نزدم. کانه که ما بدبختی کشیدیم. لایک کنید تو رو خدا. وای دامه به احسان. نه خوچی وضعیت رو میگم. و جالبه دزدان امتیاز بیشتری میگیرن از پلیسا، چون پلیسا هم قابلیت اینو دارن که دوباره ماشین اسپام کنن ولی دزدا قابلیت. برو. سلام علی. سلام علی هم دیدیم ما اونجا. بابا ماشین اونم خرابش. اینجا قشنگ اینجا بود. چه اینترنت هم
حالا بهتر شده از قبل بر ما و الان من دوست شدم به علی بود اونجا. کلاهک بیا میخورم بخورمت. بچه ما داریم فقط فرار میکنیم. برو چه خبر بابا اینجا دارن چه غلطی میکنن؟ وای چقدر اینا منگولن. یا خدا بچه ها یا اول مردم ولی ما خیلی امتیازمون زیاده. یا ابوالفضل چه خبره اینجا؟ ماشین میریم اینجا رو. این هواپیما سوار شده. چه غلط ها. خب احسان بگیریدش و داریم فرار میکنیم. برو بچه 1 دقیقه و 3 ثانیه از بازی مونده و ما باید همین جوری فقط در بریم جلو. وای چه سوتی دادم. دارم میبازیم. وای اشما من دوست شدم. بدو وای شانس ما. یا خدا این کجاست؟ یا ابوالفضل. ای وای علی بچه ها دوست شد. اوکی فقط فرار. وای 10 9 8 7 6 5 4 3 بردیم. ما الان دوست شدیم. تمام. یس ایول. علی سوم شد. این خره دوم شد و منم اول شدم. بریم سراغ مچ بعدی. خب بچه ما اومدیم توی بازی دیگه و یه آتش نشانی دزد شد و بچه ما باید بریم اونو بگیریم. خب بریم این دزد کثیفو بگیریم. کجای این داداش؟ الو این اصلا کجای مپه؟ کجاست این؟ کیه اصلا دزد؟ ما این برسن زویه شدیم. چقدر بگیرینش. من شدم. لعنت تو این رانندگیت. داشت علی لعنت به این رانندگیت. احسان اومد منو گرفت. علی مرد. ما دوست شدیم. بنازم و نمیدونم علی دیسکانکت خورد یا چی. اگه دیسکانکت خورده باشه پیام میده. احسان رو زدن یکی هلیکوپتر سوار شدن. اسکول نمیتونی بری اون طرف. خنگه به تمام منو. با یه جای دیگه دندون اسپان شد. اون یه مانه دقیقا جلوی مانه. نگاه کن. ای داداش اینترنتمون پر زده. من دوست شدم. اینجا کجاه؟ دیدی گفتم احسانه. وای نه علی لف نخورده ولی من دیگه دارم میبازم. بابا چی شد؟ ببخشید چی شد دقیقا؟ آقا من پلیسم ولی خب اینقا دزدم هستم. باش علی اول شده. مرده ما امتیاز رو گرفت. بردیم بچه ها. خیالتون تخت خیالتون اصلا میز. آقا تمام بردیم. دوباره من بردم و علی دوم شد. این هم بازی خوبی بود بچه ها. یه دور دیگه بازی و یکی با علی باز دوست شدن. به ما دوباره وانتد شدیم. ببینیم این دفعه چی کار میکنیم. فقط همینطوری از این گوشه ها عبور کن. خب داشتم سوارش ماشینه میشدم. خیلی نزدیک بود بگیر. عجب شانسی داری داشت. وای نره تو هواپیما خیلی سخت میشه. علی الان دزد اونور داره لذت میبره باشه. نه علی هم الان پلیس شد. خب داداش چرا باید آخه مپ اینجوری باشه؟ شانسمونو میبینی ها. نهایت جوری که مپ میسازن. وای هواپیما. یکی از هواپیما پیاده شد. تو رو خدا برو تو.
مرسی خدافظ. قشنگ مردن داداش. بابا چه خبره اینجا؟ یا علی او یارو خودش پرت کنه پایین. عالی ما هم افتادیم که در فکر کردیم چه بر وای این هلیکوپتریه گرفت اینقدر بد شد. کلاهک وایتی بابا چرا من هر موقع بخوام بگیرم میمیرم قشنگ. لحظه آخری من میمیرم قشنگ. عالی. چی شد الان؟ من دوم شدم؟ بله خیلی منطقی دوم شدم. خب دوستان سر وقت یه مچ دیگه و 2 نفری که اصلا نمیدونیم کیان دوست شدن، فقط میدونیم خارجی هم. This is Elon Musk. خب بله بودو بریم. ده هلیکوپتر سوار شو. هلیکوپتر بیای میخوام بخورمتون. علی با هواپیماست. مثل اینکه اینطوری نیست. بعد یه ماشین بیاریم. آقا ما شدیم خودو بریم. اینجا باید بپیچم چپ راست. از اینجا رد شو و بودو فرار کن فرار رو برقرار ترجیح بده. علی نیاد دنبال این وقت. منتظرم از آب بیای بیرون. با بمیر دیگه. بازی هم منطقش. خب دوستان گرامی ما دوست شدیم و علی سومه، من دومم، کاتن بال اوله. یا علی منو زدم. خوب بازی کردم تا الان احسان دوست شده مشخصا احسان بگیرم. نه احسان نیست. اتفاقا احسان نیست. ما میخوایم فرار کنیم. ماشینم تو کجا وای نمیتونم واردش شم. چند تا پلیس داداش چقدر تیر میزنید دیگه. چقدر میخواید تیر مردم. اینه بابا چرا نمیمیره این یارو؟ I'm fast as fuck, boy. من آخر سر نمیفهمم ماشین این چرا اینقدر سریع سرعت میگیره. اگه نت ایران بذاره ما میبریم. خب همه رو کردیم یه دور تو دیوار. قراره سریع بپیچیم بریم این بودن. اینجا جلو میریم سریع میپیچیم. به محض اینکه اینا ضربه زدن میایم بیرون یا خالی به روش قدیمی پی میبریم و مردیم. دارم گیر میکنم به اینجا اصلا. وانتد 10 ثانیه آخر باشه. بریم تو آخرین مچ. 2 نفر دیگه روز شدن و بزن ببینیم این مچ کی چندم میشه. 5 4 همه تو هم اسمان شد. این طرف هم بابا من مثل اینکه یه نفرشون نمیدونم دیسکانکت خورده یا چی. من دوست شدم و باز ماشینم افتاد. یا علی اصل قدوس بشرب چه اتفاقی داره میفته. یعنی اصلا نمیدونم دیوانه خانه احسان داره میفته دنبالم. چه خبره؟ وای همه داره همه رو دارم رد میکنم ولی شما بمیر دیگه. تا جایی که میتونی بودو چون یه نفر افتاده دنبالت که ترای هارده. فقط بودو که وانتیدم و دارم روشن فارم میکنم. یا علی مدد. نمیدونم چطور هنوز زندم ولی یا ابوالفضل احسان از بغل گوشم رد شد. لب مرز مرگم. یعنی باورم نمیشه هنوز نمردم. وای باورم نمیشه. باورم نمیشه هنوز زندم.
وای باورم نمیشه اصلا. من چطور این همه زنده موندم؟ احسان بدون ماشین. به به. بودو بریم. بالاخره مردیم. 2 دقیقه گذاشت ما دوز بشیم. ماشین خودم من. بابا این چی؟ خب باید اینو بگیریم. دوتاشون هم اینجا. باید دوتاشون اینجا. من میرم اون سمتیه رو بگیرم. بودو بالایی چپ. احسان اینجاست. داره میمیره داره ماشینش درکید. ماشینش احسانه آری. کشتمش. بنازم خودم کشتمش، خودم دوز شدم. دزدی حلال. وای ما یکی خدایا تو رو خدا بذار من سوار این. خدایا با من لج داری آیا؟ خداییش با من لج داری. خدایش 2 دقیقه بذار ما سوار بشیم. علیه الان دوز شده. خدایا با من لج داری آیا؟ نه این علی نمی. نه علی هم دزده. واو این نفر اول چی داره امتیاز میگه. 26 ثانیه مونده. بودو بگیرش 3 ثانیه. دارم به امتیاز نفر اول میرسم. وای بابا لعنت بهت داداش، لعنت بهت. یعنی واقعا 100 لعنت. خب علی سوم شد آخرین دست و من دوم شدم و یه خارجی اول شد. مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و ساب و جفت اینجامون رو بتر کنید. تا ویدیوی بعدی بدرود.